سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. فصل یک کتابش از اصطلاح هستیم. میریم سراغ بخش دومه. پایه های تئوری احتمال قرار هست در موردش صحبت. ببینید وقتی که آزمایشی رخ میده و اتفاق میفته، اون رخداد و واقعه اون آزمایش رو بهش میگیم خروجی در فضای نمونه و به عنوان خروجی و آوتکام در فضای نمونه در نظرش میگیریم و ثبتش میکنیم. وقتی مثلا ما یه سکه رو پرتاب میکنیم، شیر یا خط رخ میده، در واقع این شیر یا خطی که میبینیم رو داخل فضای نمونهمون قرار میده. حالا این خروجی میتونه هر زمانی رخ بده یا اینکه میتونه به قول معروف در بازه‌های زمانی و تکه‌های یکسانی اتفاق بیفته. و در واقع این فراوانی رخدادهایی که ما این رخدادها رو میایم میشماریم، تعداد شیرهای تعداد خطها رو در پرتاب سکه، ما این فراوانی رو به عنوان احتمال در نظرش میگیریم، به عنوان probability در نظرش میگیریم. و اگر ما بتونیم بیایم این آزمایش هامون رو به صورت احتمالی توصیف کنیم و به همین شکلی که تعریف کردیم توصیف کنیم، در نهایت میتونیم بگیم ما اون موقع تونستیم آزمایش ها به شکل آماری تجزیه و تحلیل کنیم. احتمال هر رخدادی رو مثل A در نظر بگیرید و این احتمال رو که در فضای نمونه F هست ما با این نماد نشون میدیم و این احتماله همونطور که میدونید عددش بین 0 و 1 هست. یعنی در نظر بگیرید که وقتی ما میگیم هر رخداد A، در واقع این A هیه اون رخداد باید حتما زی مجموعه از فضای نمونه این باشه. و اینکه ما بگیم هر رخدادی رو چجوری تعریفش کنیم و اینکه کلا این A چی هست، یه تعریف رسمی کتاب از این داستان برامون گفت. در واقع میگه مجموعه از زیر مجموعه S رو بهش میگیم سیگما، یا در بحث‌های جبری بهش میگم میدان بورل که با بی هم نشونش میدن، با این نماد نشون میدن. در واقع تعریف آماریش و تعریفی که هست باید این سه تا شرط رو داشته باشه که ما بتونیم فرض بکنیم که این ایه در واقع یک رخداد هست در احتمال. اولیش چیه؟ اولین شرطش اینه که شما بیای بگی که در واقع این تعریف بحث رخداد و اون فضای رخداد و مجموعه رخدادها رو بهش میگن بورل و سه تا شرط. شرط اولش اینه که توهی میتونه عضوی از اون میدان باشه، میدان بورل باشه. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که اگر یک رخدادی در
اون میدان باید وجود داشته باشه، متممش هم توی اون میدان، یا به عبارتی میدان بره و اون میدان بهش اون بیه در واقع در برابر متمم گیری مجموعه بسته هست جلو. اگر یک تعدادی شرط سوم، اگر یک تعدادی مجموعه ما داشته باشیم و این رخدادها محدود باشن مثل آ1 آ2 تا آخر، اینا عضویت بی باشن، در نتیجه میتونیم بگیم اجتماعشون هم عضوی از بی هست. به عبارت میگن که این بیه در مقابل فضای نمونه‌ای در مقابل اجتماع رخدادها یک مجموعه بسته هست. میگه ما اگر که در نظر بگیریم فضای نمونه‌ایمون محدود یا قابل شمارش باشه، در واقع اون مجموعه B شامل همه زی مجموعه های S و همچنین شامل خود S هم میشه. در واقع اگر S دارای N تا عضو باشه، من میتونم 2 به توان N تا مجموعه در میدان برد داشته باشم، در اون سیگمایی که دارم داشته باشم. مثلا اگر من فرض کنم فضای نمونه‌ای من شامل این اعداد باشه، 1 2 3 باشه، در واقع من 8 نمونه میتونم تعریف کنم. از 8 تا مجموعه میتونم برای سیگما تعریف کنم. مجموعه اولش من میتونم تعریف کنم اعداد 1 2 3 هستن به صورت تک و بیام اینا به صورت دوتایی تعریفشون کنم. در آخر هم بیام که توحید رو تعریف کنم، یکی هم بیام خود اسم رو تعریف کنم. حالا وقتی که اسم من خیلی قابل شمارش بشه، در واقع شما دیگه نمیتونید بیایید تک تکی بشماری و اینها رو بگی که من انقدر این تعداد سیگما دارم. خب بنابراین ما میتونیم موردی رو بیان کنیم که اگه شما فرض کنید S همون مجموعه اعداد حقیقی باشه، مجموعه اعداد حقیقی منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت، بعد ما بیایم این مجموعه B رو یا سیگما رو اصولا به صورت 4 حالت تعریفشون میکنیم. اگر مثلا یک عددی بین A و B باشن، تمام اعداد حقیقی بین A و B باشن، میتونه مجموعه بسته باشه، یعنی شامل هم A هم B باشه، میتونه شامل A نباشه شامل B باشه، میتونه بین A و B باشه و در نهایت شامل A باشه و شامل B نباشه. مثال قبل ما نمیتونیم این داستان رو بشماریم. حالا وقتی که ما اومدیم بحث احتمال رو بیان کردیم، بحث فضای نمونه رو بیان کردیم، بعد گفتیم که رخداد چیه، داستانش چجوریه، حالا میتونیم بیایم بگیم که احتمال چی هست. در واقع شما فرض کنید ما یه فضای نمونه یس داریم، در واقع همون سیگما رو هم داریم و بی هم فضای رخدادمون هست. تابع احتمال ما با تابع پی نشون میدیم و شامل حوزه مقادیر سیگما هم هست، به صورت 3 تا شرط زیر تعریف میشه. به ازای همه عناصر فضای رخ داده، فضای سیگما
احتمال بزرگتر مساوی صفر هست. اولین شرط احتمال. دومین شرطش چیه؟ دومین شرطش میگه آقا وقتی شما میخوای احتمال فضای نمونه ای رو به دست بیاری، احتمال فضای نمونه ای هم باید یک باشه. یعنی در واقع وقتی شما یه سری کلمه میندازی، احتمال این که فضای نمونه ای تو به دست بیاری یکه. یه چیز کاملا طبیعی. در واقع شرط سوم میگه اگر چند تا رخداد از سیگما داشته باشیم و عضو سیگما بشن و اینها دو به دو دیسجوینت باشن یا به اصطلاح میگیم ناسازگار بشن. یه نکته من بگم و بچه به مباحث احتمالی جلوتر برسیم و توضیح های احتمال برسیم، اونجا متوجه منظور من میشی. بحث مستقل بودن و بحث ناسازگار بودن با هم دیگه کاملا دو تا مقوله جدا هست. شما در واقع وقتی که یه سکه رو میندازید، شیر اومدن از خط اومدنش دو تا چیز ناسازگارن، یا به عبارتی با هم دیگه رخ نمیدن این دوتا. یعنی شما همزمان وقتی سکه رو میندازید همزمان شیر یا همزمان خط نمیبینی، یکیش هم میبینی. بحث دیسجوینت هست که امیدوارم متوجه شده باشی. اینجا احتمال این دیسجوینت ها و اون ناسازگاری هایی که ما عضو فضای رخدادمون بودن، اینها به عنوان اینکه بیایم اون اشتراکشون رو بگیریم، احتمالشون رو حساب کنیم، شما میتونید بیای احتمالش تک تکشون رو حساب کنیم و با هم جمع بزنیم. این سه تا شرط رو به اصطلاح بهش میگن اصول اولیه احتمال، یا بهش هم میگن اصول کلموگورو. در واقع به این صورت هستن. وقتی شما میخوای بیای بگی که یه تابع مثل پی تابع احتماله، باید این سه تا شرط حتما باید بهش لحاظ بشه. بریم سراغ یک مثال احتمالی. ما این رو توضیح بدیم براتون. یک مثال هست معروفه به مثال بازی دارت. در واقع تو بازی دارت همونطور که میدونید صفحه دارت، این صفحه به چند تا حلقه تقسیم میشه. در واقع این حلقه هاش از 1 تا 5 امتیاز داره و احتمال اینکه این دات من برخورد کنه به حلقه، به هر کدوم از این حلقه های، به هر کدوم از این ناحیه ها، این احتمال طبیعتا متناسب هست با اون ناحیه‌ای که میخواد بهش بخوره، چون هر چقدر ناحیه بزرگتر باشه امتیازش قاعدتا کمتره. خب این بحث من یه لحظه بیام پایین شکل ببینید. اون بحث این که ما بگیم آیا حتما باید شعاع محیط چی باشه نداره. در واقع اگر من بیام برای مثال برای یک بیایم این کار رو انجام بدی،
ببینید بچه ها، وقتی شما میخوایم برای آیم مساوی با 2 به دست بیارید، شما در واقع این ناحیه نمیخواید. خب اما وقتی شما میخواید برای آی مساوی با 2 حساب کنید، میاید ناحیه، ببینید وقتی شما میخواید برای ناحیه های دیگه حساب بکنید، میاید ناحیه هاتون رو به همین شکلی که هست حسابشون میکنید. در واقع وقتی من میخوام بیام برای مثلا ناحیه 1 حسابش بکنم، میام به این صورت عمل میکنم که میگم ناحیه 1 میشه کلش مال 1 هست، میشه کلش منهای اون بقیه، یعنی واقع میشه پی این هم در واقع میشه و وقتی میخوای برای ناحیه 1 حساب کنید، میشه یه خط کسری، پایینش میشه همون کل، این میشه کل منهای بقیه نهایی که یه پی آردوش ازش فاکتور بگیریم، میشه 1 منهای 4/5 به توان 2، در واقع میشه 5 به توان 2، در واقع میشه 6 منهای 1 به توان 2، 5 منهای 1 هم به توان، در واقع 5 اینم 1. وقتی مثلا میخواید برای آیه مساوی با 2 حساب کنید، میایید اینجوری عمل کنید دیگه. در واقع می‌نویسید پی آر 2 کلش، اون 4 آر پی پنجم رو از 3 آر پی پنجم کم کنید، هرچی میمونه مال اون ناحیه 2 میمونه. یعنی من بیام این ناحیه رو به اضافه این ناحیه رو که دارم رو از این ناحیه کم کنم، یعنی دارم 4، این پیش اینجا میمونه، 4 آر پنجم به توان 2 منهای پیش هم باید اینجا میمونه، 3 آر پنجم به توان 2. در واقع مساویش به این صورت میشه که این 5 به توان 2 سر جای خودشه، آن پیا روشون خط میخوره، یه 25 اینجا داریم، 16 داریم اینجا،
16 داریم اینجا یه 9 داریم. 20 صفحه 16 منهای 9. وقتی که این 16 منهای 9 به 25 میشه 6 منهای 2 به توان 2 منهای 5 منهای 2 که بقیه نکات رو توی بقیه مطالب رو در ویدیوی بعدی توضیح خواهم